اف خاله یانجی کشتنا هنیه نافچه برفکی ود با رئیس محمد عامر دیرشوی شارزای سیاسی جدو کت گل مدا با رئیس محمد گلک سپاس شر برفرهتر بیان کو یا اسرائیل ویاکر و هدی ده حولا اگر بسته بده جوان گیان فرمو صلافت من بوده و بینریتا بری از برسوا پسیارات ابدهم اولو سالگرد دا انفال بارزانی آیا حقیقت ما اوید انفال دیدین راست مظلم و غدر بسر ما هاتی بسوا بسر ما هاتی برانبر یا بارزانی یا تشتا گلکیم بی ملوه بیروریه دید بیجم وان کسو کارت شهیدت انفالیت بارزان و عزیزت خوش دست دان بو ولاتا که آزاد ام اوید افرو کل بی ولات آزاد جین منت دارت وینه سبارت بسیارت که جوان یعنی حقیقت شراده جیک وکو همو تشد دیتره ما استراتیجی های و ما تکتیکی های راسته یا استراتیجی یا گرنگ بلام نه هر و هر استراتیجی سرد کرد جارا بزاوه که تکتیکی یا طرف اکید بد مای هنده که استراتیجی سر نگردن واضح تر استراتیجی بکرین سرکین وی شر رجحلاتا ناوراست امریکا و ایرانن امریکا نوید شر رجحلات ناوراست برفره ببید رجحلات ناوراست جدر وزیه اروپا و امریکا اروپا تایبت آریشا وزیه های جانر اروپاوی گران بیش بر گرانیا وزیش انجام شرکه دیترید نابین روسیا و اوکراینیا اما استراتیجی امریکا که شر برفره نبید استراتیجیت ایرانیشی که او شر برفره نبید چون که ایران زاند هر وقت که شر برفره بی و تا امریکا و اروپا جیب همین قوت آخوا الپشت اسرائیل بجی محور دیتره که ایرانه بس همان افخالهانه که اگر شر برفره بی اوده امریکا پشتوان یا اسرائیل کرد تکتیکا بنیامین نتانیاهو که افشار هنه برفره بید و تا بگشتی بیشن ویری یا گریک و گورانکاری اکت وی شریدا چی بید یعنی اگر ایران اگر امریکا که کتای ماجه پیگرید نوو نفچه دا شرای هفت کن پریکن دنین جدا انجی پریکا گروپین چک در لیوی جاره خامنه بخو گوتیا میوان ما و نوو مالامه دا هاتیا شهید کنه که مبستوی هنیه او به برسف نامینن شرکتیت نوو ایران دا پایتخت ایران تهران هاتی آرماج کردن و میوان وانالوی داره هاتی کشتن ایران ادیده فعلی بکوت نوا شردایانجی دیستا دیب گروپین چک دار شر خوب که نخیر شوانگیان یعنی جاره ایک و جارا ایک نینه یعنی بابه چت فخری زاده بی باب قنبلا اتمی ایران دهات کشتن ایران چرا فعلک واسا نبی ضابطت ایرانیت وکو قاسم سلیمانی الجهن دیترت ناوا ایرانش در و ایران دشیک و هاتین هنگافتن بس رد فعل جمهوری اسلامی حقیقی راستا خوا نبی تشتی هاتی گوهرین حتی نو که جمهوری اسلامی آنشک محوری که جمهوری اسلامی سرکشیاوید کردن شرب لاین دیترید کرد عراقیات کرد لبنانیات کرد الوید ماهیه یعنی شهروان آجی وی رنگی بی دا ضابطت خواه نیرن عراقی دا ضابطت خواه نیرن لبنان سوریا اسرائیل جی گو تمام ابده بو از ضابطت و کجید بس جمهوری اسلامی افجار رابی موشک راست و خوش ایران وشاندن اسرائیل و تا جمهوری اسلامی حقیقت به واقع برای خواب دیه عرض ایران بخاکر میدان شر و تا افشار هنی نقل بی ایرانه بس تصور آمده جمهوری اسلامی استراتژی سر استراتیجیت آخوا که شر برفره نبدن چون که اگر شر برفره بی و تا او اختنا اولی مگوده امریکا و دولت اروپی جدیتر بحیستر پاره و بچکی پشتوانیا اسرائیل دیکل اسرائیل شکل که حکومت نتانیاهو وكيد بيش حكومتي بيك إنادي أنشك أو في ولاتي بريفات بالموقف كي تندي هيدي بد ماي هندي دربين زياتر فواشينة أس بيش بيني نوكم هلويست الجمهورية إسلامي في جاري جواز بتش هلويست الجمهورية إسلامي دما قاسم سليماني أنشك فخري زاده هم برحال زاده في قنبلة
آنجا همین زانایت با ویژن عالم زری ایران دماهاتی کشتن ضابط برز محمد از ویجاری بحثا بدن اگر رد حماس خوب کن سرکرده وانی هری دیار بله چندین سال طیبت جوی خدمت کردن فلسطین قدس و که همی عالیه که ماشا پد که خدمت کردیه پشتی کشتناوی زیاده تر دی برفره به ما بس من بازنه و چک دارن حماسه یان جدی پارچه به تزانی که جوانه ریب دم از وی بچکی وسط تفصیل تر بحثی بکم اساسا ده یعنی اگر تو با بینری مه کرد دی بگهتن خودی نکرد تبینی حرم کردستانی صباحی بکف دست هزکی ده که اف هزب خواه سر قائمت ارهاب جهانی بدن الامریکا الاوروپا طبیعی کسی مدنی خلق فی ولاتی دی ضرر بینن همان تشت بنسبت اسرائیل 2006 دما هل بجاتنه توانا هاتین کرنه راست 3 پوینت حماس اشیت فتح آنچه که سلطان فلسطینی پتر بین بس آماده نبین گل دستالات فلسطینی بیگ بین سر چاره که او بی دستالات فلسطینی 2006 چک بسلاح کشتن و در خستن شوی روشه وره غزه و بی میدان حقیقت تالان کرنا یعنی انفال کرنا غزه اف سیاست هنی راستی دی بردوام بد هندیک و حماس یعنی مل گل دست بیکا اف وقت بیشتن شر هیوا چریا دوی هفتی ده مت وقت خود گوتاره که روزنامه ابرو بلاف کرد 3 سیناریو کو غزه نئید انفال کرن او اخوان یعنی لاینک بشید غزه حماس اخوانی قانع بکتن میدان بهلتن یعنی هم وقت آواری خواب پارزد همچی نبن هوکارت انفال کردن غزه کشتن خلق هزاران مشکلات کی داره دایا او کسانی آن لاین این کارت کنیل بریارا حماست کن وقت بیشت ایران جمهوری اسلامیه او اخوانن جمهوری اسلامی طبیعی و عازنادت حماس اخوانت ناف بین خدا وید بین دوباره برای جه ترکیه آک پارتی سروکی آک پارتی اردوغان کو وقت بیشتن دعم حماست کتن و وان خطاباتت آگری و هیجان دت حماسه کار زیاد رابط جناح دیتره یا خط دیتره کارتی کرل سر اخوانا دو حیات وقتی نو کده راستی اخوان دوحه کارتی کرنوانا کمتر سر حماسش برای ناشری و اول دیبت سبب هندی که بو فلسطینیا بخوا راستی دیبت قناخه که دیتره او حتی نوکشی خرابتر ویران کرنا وارو ولات والاده رفتی و برای محمد عمر دیرشوی شرازه سیاسی جو کت گلمده بون گلک سپاس بود